کنیم، تهمت نزنیم، مال مردم رو نخوریم، حجابمون رو رعایت کنیم، جایی که نباید نشون نامحرم بدیم ندیم دیگه. حجاب کامل فقط. خودیاری اصلا نباید میدادن. این یه نفر هول شد رفت داد، بقیه ندارن که بدن. حالا باید چیکار کنن؟ شما اینو با ما بگید. باقی هول نشن نده. بله. شوهرتون کجاست؟ در قید حیات هستن؟ من طلاق داد خالپسر. شوهر کجا بود؟ قبل بابا شوهر بدون بله نسبت. از زمانی هم که این مترو رو زدن، این پل زیر گذر رو زدن، چند تا دخترای ما رو، زنای ما رو، مردای ما رو لختشون کردن، صدمه بهشون زدن. خطر تصادفشون چون بالا دید نداره اصلا. این پیچی که شما میپیچی دست چپ یا راست نمیدونی وقتی راست میشن و کدوم باید بپیچی. شغل همسرتون چیه؟ یه کفاش کارگر که هفته یه دفعه میاد خونه. هم میدونن بخوایم بدونیم. شنبه میره شب جمعه میاد خونه. این غیبت نکنیم، تهمت